بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخ گردون است و در صحبت امروزه ما آقای جوانمرد مهرداد، کارشناس دیپلماتی سفارت ایران در تاجیکستان تشریف آوردند. خوش آمدید آقای جوانمرد. و سوال اولنی ما این است که به اندیشه شما برای چی امریکا ترک میز مذاکرات کرد و جنگ نوی که در ماه شریف رمضان صورت گرفت آغاز کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و حتی الله فکر کنم شما جزو اولین کسایی بودین که توی تاجیکستان من باهاش ملاقات کردم. سلام علیکم. و این دوستی ما فکر کنم 1.5 سال ادامه داره و خیلی خوشحالم از آشنایی دوستی با شما. پیش از صحبت کردن در مورد جنگ رمضان، در وهله اول باید تشکر کنم از دولت و ملت تاجیکستان که واقعا در این ایام 40 روزه ما هیچ احساس غربتی که نکردیم اینجا، بلکه سرشار از حس مثبت و همدردی از طرف تاجیکان بودیم و این بی‌نظیره. من دوستانم دیگر همکاران در دیگر کشورها وقتی بهم پیام میدن میگم ما به حال شما حسودیمون میشه که شما اونقدر اونجا مورد محبت واقع میشین و این واقعا برای ما مایه فخر و مباهاته داشتن همچین همزبانان و همفرهنگان و همتبارانی. اما اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چه شد که جنگ رمضان شروع شد، باید برگردیم به 10 ماه پیش و جنگ 12 روزه. خب 10 ماه پیش ما یک حمله ناگهانی و ناجوانمردانه از جانب اسرائیل به خاک کشورمون داشتیم و در ادامه هم آمریکا هم با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران به این حمله پیوست و وقتی با پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران مواجه شدن درخواست آتش بس دادن و در کمال ریا و درویی دیدیم که ترامپ خودش رو به عنوان میانجی معرفی کرد. میانجی دو طرف جنگ که اسرائیل و ایران باشن، در صورتی که خودش عضوی از جنگ بود و آتش بس اجرا شد. جنگ 12 روزه به پایان رسید و ما هم در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه آمریکا در قطر مورد حمله قرار دادیم. خب لفاظی های آمریکا ادامه پیدا کرد. مشخص بود که آمریکا از اقدام نظامی و اسرائیل ناامید شده و منتظر یک فرصتی هستن که داخل ایران رو به هم بریزن، که خوردیم به اعتراضات به حق مردمی در خصوص موضوعات معیشتی. اعتراضاتی توی ایران صورت گرفت. رهبر شهید ما حتی اومد اعلام کرد که اعتراضات مردم به حق و مردم و دولت سعی کنه که مشکلات مردم رو حل کنه. اما به یک باره و ناگهانی این اعتراضات به خشونت کشیده شد و ما دیدیم که بیمارستان ها آتش زده شد. ما دیدیم که آدم های عادی کشته شدن، نیروهای نظامی داعشگونه در سطح کشور کشته شدن و این مشخص بود که یک عده‌ای به دنبال این هستن که این اعتراضات رو به اغتشاش بکشونن و اینم دست سرویس های اطلاعاتی موساد و غربی بود که خواستن از این طریق کشور رو به آشوب بکشونن. بنابراین نظام هم از این مرحله باز عبور کرد. در مرحله بعد آمریکا و رژیم صهیونیستی به این تحلیل رسیدن که در حال حاضر نظام کنونی ایران دیگر نظام اون 8 ماه قبل نیست و در این مرحله اگر ما به خواسته هامون در میز مذاکره دسترسی پیدا نکنیم میتوانیم از طریق اقدام نظامی این بار به اهدافمون برسیم. که این شد که یک پیش شرطایی رو اعلام کردن به ایران و ترامپ اومد اعلام کرد که این اقدامات باید بشود وگرنه اقداماتی از جانب آمریکا صورت خواهد گرفت. حالا این پیش شرطا چی بودن؟ گفتن که برنامه هسته‌ای ایران باید به صورت کامل برچیده بشه. گفتن که برد موشک‌های ایران باید بیاد پایین، یعنی موشک‌های بالستیک ایران باید برچیده بشه. سیاست‌های منطقه‌ای ایران باید کنترل بشه یا مذاکره بشه در موردش. حالا به فراخور بحث‌های دیگه هم مطرح شد. مثلا ترامپ توی سخنرانیش توی مجلس اسرائیل اشاره کرد که ایران باید حتی اسرائیل هم به رسمیت بشناسه و این زیاده خواهی هی زیادتر میشد با این پیش‌فرض که ایران الان و نظام ایران
تضعیف شده و ما میتونیم به خواستهای حد اکثری خودمون برسیم. خب فضا به سمت تنش داشت کشیده میشد و لفاظی های آمریکا هم روز به روز داشت بیشتر میشد که بنا به درخواست کشورهای همسایه ایران وارد مذاکره شد و انعطاف خوبی هم به خرج داد و این چیزیه که وزیر خارجه عمان هم بهش اشاره کرد که توافق کاملا در دسترس بود. و حتی مشاور امنیت ملی بریتانیا من دیدم یک اظهار نظر اینطور داشت که ایران انعطاف خوبی به خرج داده بود. یعنی ما نمیخواستیم که منطقه دچار آشوب بشه و همین خاطر انعطاف به خرج دادیم، اما ناگهان میز مذاکره ترک شد توسط طرف آمریکایی، در حالی که ما منتظر دور بعدی مذاکرات بودیم. بدون هشدار قبلی به ایران حمله شد. یعنی یک عمل کاملا تروریستانه. یعنی توی دنیای کنونی در واقع نرم به این صورتی که کشورها یک اعلان جنگ میکنن، یعنی ناجوانمردانه و بدون اعلان عمومی اینها اومدند و به ایران حمله کردند و رهبر ما رو در وهله اول شهید کردند و بعد اون فاجعه دوم که مدرسه مینا بود رخ داد. بعد از حمله ترامپ دوباره یک سری موارد دیگه مطرح کرد. این بود که من ظرف 48 ساعت نظام ایران رو تغییر میدم و ایران ظرف 48 ساعت سقوط میکنه و در ادامه موارد دیگه مطرح کرد. مثلا توی یکی از مصاحبه هاش اشاره کرد که پس از پایان این جنگ ایران به شکل ایران کنونی نخواهد بود. یعنی عملا بحث تجزیه ایران رو مطرح کرد. من اگر این موارد رو بهش اشاره میکنم از این جهته که در 5 دقیقه بعد یا 10 دقیقه بعد که میخوایم جمع‌بندی کنیم متوجه بشیم که چه کسی از حرفایی که زد عقب کشید. یعنی از این جهته که اینا رو دارم مطرح میکنم. و بیش از 10 بارم در طول جنگ اشاره کرد که ما ایران شکست دادیم، ما ذخایر موشکی ایران از بین بردیم، ما پدافند هوایی ایران از بین بردیم. این در حالی بود که ایران داشت به حملات خودش ادامه میداد، نیروهای بحریش نابود کرد. بله. ببینید من یک موردی رو میخوام اشاره کنم بهش. مورد اولش کاملا واضحه که حمله آمریکا به ایران خلاف منشور سازمان ملل بود. یعنی یک حمله کاملا غیرقانونی، چون توی منشور سازمان ملل اومده که هم توسل کشورها به زور علیه کشور دیگه ممنوعیت داره و 2 تا استثناء رو برشمرده. استثناء اول اینه که کشوری که مورد حمله واقع میشه اون میتونه به زور متوسل بشه و مورد دوم اینه که اگر کشور و یا کشورهای بخوان به کشور دومی حمله کنن باید مجوز شورای امنیت داشته باشن و تهران هیچ کدوم از اینا رو نداشت. بنابراین حمله کاملا غیرقانونی بود و دفاع ایران هم کاملا مشروع بود. یک اصل دیگه هم در قوانین بین‌المللی وجود داره، اونم اینه که اگر کشوری پایگاهی در اختیار کشور متهاجم به کشور دیگر قرار بده، اون کشوری که پایگاه قرار داده از حالت بی‌طرفی خارج میشه و قاعدتاً هدف مشروع قرار میگیره. بنابراین حمله ایران به پایگاه آمریکایی در منطقه خاورمیانه که ما میگیم غرب آسیا طبق گفته رهبری کاملا طبق موازین و قواعد بین‌المللی بود. یعنی ایران عملا از هیچ کدوم از قوانین بین‌المللی تخطی نکرد، اما آمریکا کاملا تمامی قوانین بین‌المللی رو نادیده گرفت و این نشون دهنده اینه که این قوانین صرفا برای کشورهای دیگه وضع شده و نه آمریکا. خب جنگ شروع شد. یک طرف با بودجه 1200 میلیارد دلاری که آمریکا باشه در مقابل ایران با بودجه 8 میلیارد دلاری قرار گرفت. انواع اقسام جنایت ها هم کردن، حملات هم صورت دادن و بحث حمله زمینی هم مطرح شد که ما رسیدیم به واقعه اصفهان. واقعه اصفهان از این جهت اهمیت داره که اینها در واقع خواستن توی این حمله تست کنن بحث ورود زمینی، یک، و مورد دو خارج کردن مواد غنی شده از تأسیسات اصفهان. و
تصمیمم بر این داشتن که اینها رو به صورت ویدئویی بعد پخش کنن و نشون بدن که چه قدرتی دارن. اما اون اتفاقی که افتاد، ما ویدئوهای جنگنده های ساقط شده آمریکا رو پخش کردیم. اینم یک دستاورد دیگه برای ایران بود. خب در طول جنگ باز یه طرح 15 ماده‌ای ترامپ مطرح کرد که ایران رد کرد، گفت غیر قابل قبوله. کشورهای همسایه با میان روی مخصوصا پاکستان جمع آمدند و لایحه‌ای که علاقه در تاریخ با نام چی معلوم است، شرطنامه اسلام آباد آماده کردند و به جانب هم امریکا و هم جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کردند. تا لحظه آخر گمان نبود که این شرطنامه قبول می شود، ولی با میان روی پاکستان و مخصوصا نقش مهمی وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران که پیوسته از در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودند، این شرطنامه در نهایت از جانب امریکا پذیرفته شد و بعدتر جمهوری اسلامی ایران هم به این شرطنامه راضی شد، با نیت آنکه مقصدش صلح است. گلوگاه هرمز رو هم باز کرد، ولی تقریبا بعد چند روز، یک روز دیگر از این حادثه علاقه جانب اسرائیل چون انعنه با شکستن این تعهدی به دست آمده آغاز کرد و جانب لبنان علل خصوص قوه‌های حزب الله را مورد آتش قرار داد. حالان که هم وزیر کارهای خارجه پاکستان گفته بود در این مورد، مخصوصا با آنکه این شرطنامه صلح وابسته به نیروهایی که در لبنان هستند، نیروهای حزب الله داخل دارد، این چیز رسما در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود، ولی در آخر ترامپ گفت که لبنان جزئی شرطنامه صلحی بین ایران و امریکا نیست و نتانیاهو هم با دستگیری از این گفته ترامپ جنگ علیه حزب الله دوباره آغاز کرد. به نظر شما همین شرطنامه‌ای که از جانب ایران پیشنهاد شده بود و قبول شد از جانب امریکا واقعا هم مشکل حزب الله را در بر میگیرد یا نه؟ ببینید، بعد از واقعه اصفهان عملا ترامپ از حالت عادی خارج شد. البته ما اعتقاد داریم که ترامپ 8 سال پیش از حالت عادی خارج بود، ولی بعد از واقعه اصفهان عملا لب به دشنام گشود، تا جایی که من دیدم مجریان آمریکایی میگفتن که ترامپ همچین الفاظی رو به کار برده، اگر بچه‌هاتون پای تلویزیون هستن از پای تلویزیون خارج کنید اینا رو، که میگفتن بدآموزی داره صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و اینم نشون دهنده استیصال عصبانیت آمریکا بود. که بعد اون بحث نابودی ایران رو مطرح کرد که گفت من تا ساعت 3 شب وقت میدم به ایران که ایران خواستهای آمریکا رو بپذیره و ساعت 3 شب آتش بس اعلام کرد بر اساس همون 10 ماده‌ای که ایران، 10 پیش شرطی که ایران مطرح کرده بود و با میانجیگری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. حالا این 10 ماده چی بود؟ عناوین مهمش رو اگر بخوایم اشاره کنیم، یکی تعهد آمریکا به عدم تجاوز نظامی، استمرار کنترل یا مدیریت تنگه هرمز، پذیرش حق هسته‌ای ایران، رفع تحریما، پرداخت خسارت جنگ به ایران و توقف کامل جنگ در تمام جبهه‌ها. این مورد آخر تبدیل شد به یک مورد اختلافی که ما دیدیم اسرائیل اول گفتش که در این بحث آتش بس هیچ اسمی از جبهه‌های دیگر برده نشده و مقامات آمریکایی هم اومدن به این اشاره کردن، تا اینکه شهباز شریف اومد توییت کرد و در همون توییت کاملا مشخص بود که اسم لبنان برده شده. بله. که تجاوز به لبنان هم باید پایان پیدا کنه و این یکی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران بود و اینو بارها اشاره کرده بود که آتش بس مختص جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا نخواهد بود، آتش بس در تمام منطقه. بنابراین این بحثیه که خود طرف میانجی بهش اشاره کرده، یعنی اگر ما پاکستان رو بخوایم بپذیریم به عنوان یک طرف میانجی، عملاً و علناً اومد بهش اشاره کرد که لبنان هم بخشی از توافق آتش بس بوده. حالا ما میگیم آتش بس، اما در
صحبت‌های دیشب رهبری عنوان شده بود که سکوت در صحنه نبرد. یعنی مشخصاً این آتش بس نخواهد بود، یعنی در واقع بندهایی خواهد بود مورد توافق دو طرف که بر اساس این بندها وارد مذاکره بشن و این شد که اسلام آباد به عنوان در واقع منطقه یا محل مذاکرات انتخاب شد و باید ببینیم طی روزهای آتی چی میگذره در مذاکرات. تشکر. آقای جوانمرد، ببینید به نظر من چنین می نماید که جانب امریکا می خواهد که پای اسرائیل را از این جنگ بیرون کشد، یعنی که صلح به نظر من میان امریکا و ایران شود و مسئله اسرائیل و مسئله حزب الله گویا تماما قضیه دیگر است. من فکر میکنم که به همین مسئله کوشش میکنند اون چیزی که در اسلام آباد میگذرد. شما چی نظر دارید؟ بله خب ببینید توی بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران این اومده، در پیام آقای غالیباف اومده، در پیام که رئیس مجلس هستن، در پیام وزیر خارجه ایران آقای دکتر عراقچی هم این مسئله اومده که جنگ باید در تمام جبهه‌ها پایان پیدا کنه. بله آمریکا ممکنه اهداف بسیاری داشته باشه، ولی ما روی مواضعی که داریم پافشاری میکنیم و این مسئله باید حل بشه و جنگ در تمام جبهه‌ها باید پایان پیدا کنه. یکی از بندهای اساسی همین شرطنامه به نظر من که هم در شرطهایی که از جانب امریکا پیشنهاد شد، هم از جانب ایران پیشنهاد شد و هم در شرطنامه اسلام آباد هست، این همانا باز کردن گلوگاه هرمز است. به نظر من چون این مسئله اساسی است، جانب ایران مثلا در آینده به نظام پلکی بدل کردن این گذشتن کشتی هایی که از گلوگاه هرمز میگذرند همونا پلکی کرد. اینا پارلمان ایران تصدیق کرد و به فکر شما این یک دستاورد ایران بود یا یک کشفیات ایران بود یا که همین مسئله جنگ به میان آورد؟ این جنگ 40 روزه دستاوردهای بسیار زیادی برای ایران داشت. یک موردش رو شما بهش اشاره کردید که همین بحث تنگه هرمز هستش. رهبر شهید ما در یکی از سخنانشون اشاره کردن که در آینده ما غرب را تحریم خواهیم کرد و در حال حاضر میبینیم که بحث تنگه هرمز تبدیل به یک اهرم فشار برای ایران شده برای تحریم کردن غرب. یعنی این یکی از دستاوردهای این جنگه. تا پیش از این جنگ هیچ صحبتی در مورد تنگه هرمز نبود. طرف آمریکایی بحث تسلیم بی قید و شرط رو مطرح میکرد، ولی الان اصلا هیچ حرفی از تسلیم بی قید و شرط نیست. بحث بازگشایی تنگه هرمز یعنی یک موضوع دیگه اومده روی میز. بنابراین این یکی از دستاوردهای مهمه این جنگ بوده که در راستای صحبت‌های رهبر شهید ما بوده. در پیام دیشب رهبری جدیدم به این موضوع اشاره شد که مدیریت و کنترل تنگه هرمز باید به دست ایران باقی بماند. یعنی به نظر میرسه که این حتمیه و این مسئله باید توسط غرب پذیرفته بشه. اما اگر من بخوام دستاوردهای دیگه ایران هم توی این جنگ بگم، باید بهش اشاره کنم. یک بار دیگه باید برگردیم به شروطی که ترامپ مطرح کرد. برچیدن برنامه هسته‌ای، کوتاه کردن برد موشکی و بحث نیروهای نیابتی، به گفته اونها نیروهای نیابتی ایران. ببینید تو این 10 بندی که من الان بهش اشاره کردم و شورای عالی امنیت ملی ایران بهش اشاره کرد و منتشر کرد، هیچ حرفی از برچیدن برنامه هسته ایران نیست. هیچ حرفی از بحث‌های موشکی هم نیست. هیچ حرفی هم از نیروهای نیابتی نیست. بحث‌های حقوق بشری هم نیست. اصلا موضوعی به رسمیت شناختن اسرائیل هم نیست. این که ما میگیم ایران پیروز قطعی جنگ تا این لحظه بوده از این جهته و انشالله در آینده هم به همین صورت خواهد بود. یکی دیگه از دستاوردهای این جنگ اینه که اون هیمنه پوشالی آمریکا فرو ریخت. یعنی آمریکا که دائما
تلاش میکرد که خودشو قدر قدرت دنیا نشون بده و اینکه تمام کشورها موظفن که ازش پیروی کنن، این هیمنه فرو ریخت. یک ارتشی با بودجه 1200 میلیاردی در مقابل یک ارتش با بودجه 8 میلیاردی شکست خورد. رهبری باز توی سخنرانی‌های آخر، فکر کنم جزو آخرین سخنرانی‌هاشون بود که اشاره کردن مستبدان عالم در اوج غرور سرنگون میشن و اشاره کرد به نمرود و باقی دیکتاتورها. اگر دقت کنید بعد حادثه ونزوئلا، ترامپ توی فکر کنم سخنرانیش تو کنگره آمریکا بود، گفتش که انقدر در این دوره من پیروزی به دست آوردم که خسته شدم نمیدونم با پیروزیام چیکار بکنم. در اوج غرور این شکست بهش تحمیل شد. ما شکست رو به آمریکا تحمیل کردیم. اینم یکی از دستاوردهای دیگه ایران بود. اما دستاورد دیگهش این بود که ماهیت واقعی و شیطانی آمریکا به تمام دنیا نشون داده شد. ما در طول انقلاب همواره به این مسئله اشاره می‌کردیم که آمریکا بحث‌های حقوق بشری رو صرفاً به عنوان یک اهرمی برای تحت فشار قرار دادن دیگر دولت‌ها قرار داده. حمله به مدرسه میناب، کجای حقوق بشر به این مسئله اذعان داره که میشه به یک مدرسه به کودک‌ها حمله کرد، کشت؟ حمله به بیمارستان‌ها، حمله به مناطق مسکونی، حمله به دانشگاه‌ها، اینو کجای حقوق بشر اومده بهش اشاره کرده؟ جالبه، همین فکر کنم 2 هفته پیش بود یک نشست جوانان شانگهای توی دوشنبه برگزار شد و من اونجا یه سخنرانی داشتم، به این موضوع اشاره کردم که یکی از اهداف اصلی سازمان شانگهای مقابله با تروریسمه. ما هر وقت به گروه‌های تروریستی فکر می‌کنیم، افرادی با احتمالاً لباس‌های سیاه، ریش‌های بلند و چهره بسیار خشن و شمشیر یا اسلحه به دست به ذهن ما متبادر میشه. ولی بیایم به این فکر کنیم که یک تروریست میتونه کت و شلوار چند هزار دلاری به تن داشته باشه و رئیس جمهور آمریکا باشه. این که ما میگیم ارتش تروریستی آمریکا از این جهته. جالب، یک تحقیقاتی توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا صورت گرفته بود که بعد از حادثه 11 سپتامبر و تا سال کنونی چند نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط اقداماتی که آمریکا انجام داده کشته شدن. رقم این بود که 1 میلیون آدم به صورت مستقیم کشته شدن و بیش از 3 میلیون آدم. این تحقیقات دانشگاه براون آمریکاست. فکر کنم اسم تحقیقاتش هم بود که The Costs of War Project. میتونین سرچ کنین و بیاد. و بیش از 3 میلیون آدم در نتیجه اقدامات آمریکا به صورت غیر مستقیم به دلیل قحطی، نبود دارو و اینا کشته شدن. کدوم گروه تروریستی اینقدر آدم کشته؟ بنابراین یکی دیگه از دستاوردهای این جنگ نشان دادن ماهیت واقعی آمریکا بود و دروغگویی آمریکا. امروز دیگه هیچ کی حرف آمریکا رو باور نمیکنه. رئیس جمهوری که اومده بیش از 10 بار اعلام کرده ما پیروز شدیم. یا سخنگوی کاخ سفید همین بعد از آتش بس اومد گفتش که لبنان جزوی از توافق نبوده، در صورتی که نخست وزیر پاکستان منتشر کرد و ما دیدیم بخشی از توافق بوده. یکی دیگه از اهدافی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها داشتن این بود که خیابان‌های ایران رو شلوغ کنن که مردم بیان و بخوان نظام ساقط کنن. هدفشون هم بود. بله، اما چه اتفاقی افتاد؟ خیابان‌های آمریکا شلوغ شد. جنبش نوکینگ که راه افتاد در آمریکا، بیش از 30 میلیون، خود رسانه‌های آمریکایی میگن بیش از 30 میلیون آمریکایی اومدن توی خیابون در اعتراض به سیاست‌های ترامپ که ما شاه نمیخوایم. ترامپ کارهایی که داره میکنه خلاف قوانین آمریکاست. در خود سرزمین اشغالی هم به همین صورت بود. مردم اومدن بیرون اشاره کردن که ما خسته شدیم از جنگ، چون دائما در پناهگاه بودن، برعکس ملت ایران. البته اونا تونستن ملت ایران رو به خیابون بیارن، اما در طرفداری از نظام. ما دیدیم اگر آمریکا میومد اشاره میکرد که من پل‌ها رو میخوام بزنم، مردم میرفتن روی پل قرار میگرفتن یا میرفتن حلقه انسانی دور نیروگاه قرار میدادن. یا همون زمانی که بحث حمله زمینی به ایران مطرح بود در سواحل حضور پیدا کردن. من یک موردی رو میخوام بهش اشاره کنم. دخترم صحبت میکرد، من یه دختری دارم 10 ساله. بعد از این بحث مدرسه میناب از من پرسید که ما هم به مدرسه اونا حمله میکنیم.
گفتم که نه، این اصلا نه در دین ماست و نه در فرهنگ ماست. مثال شاهنامه رو برش زدم. حالا اینجا هم که مثل ایران سرزمین شاهنامه است، شاید جالب باشه به این موضوع اشاره بشه. وقتی اسفندیار به نبرد با رستم میاد، بله. وقتی اسفندیار به نبرد با رستم میاد که دستگیر کنه رستم و ببره به دربار و تاج پادشاهی برای خودش، برای آینده خودش تضمین کنه، در جنگ شکست میخوره. خب رستم به فتوت و مردانگی و مروت معروفه در شاهنامه و در بین تمام شخصیتایی که در شاهنامه وجود داره. و وقتی رستم اسفندیار شکست میده، آخرین حرفایی که اسفندیار میزنه وصیته. اونم وصیت به کی؟ وصیت به رستم، کسی که اونو شکست داده، و از رستم میخواد که تو بهمن رو بزرگ کن تا آدمی با اخلاق و پهلوان بار بیاد. من به دخترم میگفتم این در اصلا نه در دین ماست و نه در فرهنگ ماست. به بیمارستانای ما حمله کردن ولی ما هیچ کدوم از بیمارستاناشون نزدیم. مدارس حمله کردن، ما نزدیم. مناطق مسکونی حمله کردن، ما نزدیم. با این اوصاف ما پیروز شدیم. و این پیروزی هم در واقع فقط پیروزی ایران نیست، این پیروزی کل تمدن فارس زبونای دنیاست. چون آخرین پیام ترامپ قبل از پیام آتش بس این بود که من یک تمدن رو نابود خواهم کرد. چطور یه تمدنی که هزاران سال زنده مونده رو شما یه فردی مثل ترامپ بخواد ناامید کنه؟ بنابراین این پیروزی تمام فارس زبوناست، یک پیروزی تمدنیه. سلامت باشید آقای جوانمرد برای یک صحبتی خیلی مفصل. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی چرخ گردون با شرکت کارشناس دیپلماتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، آقای جوانمرد مهرداد. خوش آمدید. خیلی خوشحالم. سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردید. سلامت باشید.